چرا نباید دنبال عشق دوید؟ راهنمایی از نگاه رواقیون. تا حالا شده حس کنی که عشق همون قطعه گم شده‌ایه که زندگی تو کامل میکنه؟ جامعه همیشه عشق و به عنوان هدف نهایی، اوج تجربه انسانی و راه حلی جادویی برای همه مشکلات نشون داده. اما اگه بهت بگم که این تعقیب بیوقفه عشق نه تنها کمک نمیکنه، بلکه شاید مانعی برای خوشبختی واقعی و آرامش درونی باشه، چی؟ به این بررسی عمیق از یه دیدگاهی که شاید تمام تصورات درباره عشق رو به چالش بکشه خوش اومدی. امروز قراره به خرد باستانی رواقیون نگاه کنیم. نگاه رواقیون به عشق. رواقیگری یه مکتب فلسفیه که توی قرن سوم قبل از میلاد شکل گرفت. این مکتب میگه که بالاترین خیر داشتن فضیلت و خردمندی در زندگیه. رواقیون معتقد بودن که احساسات نباید ما رو کنترل کنن، بلکه باید ما اونا رو بشناسیم و مدیریت کنیم. اما این چه ربطی به عشق داره؟ 3 تا از مهمترین متفکرای رواقی، یعنی سنکا، مارکوس آورلیوس و اپیکتتوس، نظرات جالبی درباره عشق داشتن. سنکا میگفت که عشق یه بخش طبیعی و لازم از زندگیه، اما نباید بذاری که کل وجودتو درگیر کنه. اگه عشق تبدیل به وسواس بشه، مسیر رشد و خردمندی و ازت میگیره. مارکوس آورلیوس یا همون امپراتور روم تاکید داشت که باید روی کنترل احساساتمون کار کنیم و نذاریم اونا ما رو تحت سلطه خودشون در بیارن. اپیکتتوس هم میگفت ما نمیتونیم کنترل کنیم که کسی ما رو دوست داشته باشه یا نه، اما میتونیم واکنشمون نسبت به این حس رو کنترل کنیم. رواقیون اعتقاد داشتن که عشق به خودی خود نه خوبه و نه بد. اگه به درستی ازش استفاده بشه میتونه زندگی رو بهتر کنه، اما نباید بذاریم که به هدف اصلی زندگیمون تبدیل بشه. چرا دنبال عشق دویدن اشتباهه؟ دنبال عشق دویدن یعنی عشق رو به عنوان هدف اصلی زندگی قرار بدیم. این یعنی مدام به دنبال یه نفر باشی که تو رو کامل کنه، بهت معنا بده و خوشحالت کنه. شاید در نگاه اول این موضوع مشکلی نداشته باشه، اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم متوجه میشیم که این طرز فکر مشکلات زیادی ایجاد میکنه. مثلا 1. وابسته شدن به دیگران برای خوشبختی. وقتی خوشبختیمون رو به داشتن رابطه یا عاشقانه گره میزنیم، اگه مجرد باشیم حس میکنیم که یه چیزی کمه یا شکست خوردیم. اما رواقیون میگفتن که خوشبختی باید از درون خودمون بیاد، نه از یه چیز بیرونی مثل یه رابطه. 2. نادیده گرفتن بخشای دیگه زندگی. وقتی بیش از حد روی پیدا کردن عشق تمرکز میکنیم ممکنه رشد شخصی، علایق و حتی دوستیامون رو فراموش کنیم. این باعث میشه که خودمون رو از دست بدیم و فردی که واقعا هستیم رو کنار بذاریم. 3. گرفتار شدن در روابط ناسالم. وقتی هدفمون فقط داشتن یه رابطه باشه ممکنه از خط قرمزا بگذریم، رفتارای سمی رو تحمل کنیم یا با کسی بمونیم که مناسبمون نیست، اونم فقط چون نمیخوایم تنها باشیم. 4. تله نارضایتی دائمی. وقتی که همیشه به دنبال عشق باشی هیچ وقت از لحظه حال لذت نمیبری. همیشه توی آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده گیر میکنی. منتظر اتفاق بعدی هستی و هیچ وقت از چیزی که الان داری راضی نیستی. چطور میتونیم این دیدگاه رو توی زندگیمون پیاده کنیم؟ 1. خودآگاهی. ببین که آیا مدام دنبال تایید بقیه‌ای؟ آیا از تنهایی فرار میکنی؟ شناختن این الگوها اولین قدم برای تغییره. 2. خودتو دوست داشته باش. به جای اینکه از بیرون دنبال عشق باشی از درون به خودت عشق بده. علایق تو دنبال کن، از زندگی لذت ببر و روی خودت کار کن. 3. لذت بردن از تنهایی. رواقیون معتقد بودن که تنهایی میتونه یه فرصت برای رشد و شناخت عمیق‌تر از خودمون باشه. یاد بگیر که از تنهایی لذت ببری. 4. صبر.
به جای اینکه مدام به دنبال عشق باشی، اجازه بده عشق در زمان و مکان مناسبش به سراغت بیاد. 5. روابط آگاهانه. وقتی وارد یه رابطه شدی استقلالتو حفظ کن. خوشبختی تو فقط به اون رابطه گره نزن و مطمئن شو که رابطت سالم و متعادل باقی میمونه. 6. کنترل احساسات. رواقی بودن یعنی احساساتتو سرکوب نکنی، بلکه یاد بگیری که چطوری کنترلشون کنی و اجازه ندی که روی تصمیمات تأثیر منفی بذارن. نتیجه گیری. پذیرفتن دیدگاه رواقیون درباره عشق میتونه زندگی تو متحول کنه. این یعنی دیگه به عشق مثل یه هدف نگاه نکنی، بلکه بذاری عشق مسیر خودش رو طی کنه. با این نگرش احساساتت متعادل تر میشه، کمتر آسیب میبینی، رشد شخصی بیشتری داری و در نهایت روابط سالمتری رو تجربه میکنی. و در پایان همونطور که سنکا گفت، آدمی که آرامش داره کسی نیست که از دنیا فرار کرده، بلکه کسیه که استاد احساسات خودش شده. پس بیان یاد بگیریم که استاد احساسات و زندگی خودمون باشیم. اگه این محتوا برات مفید بود یه لایک بزن، نظرتو بگو و فندق چنل رو سابسکرایب کن.